دولت هیچی نمیتونه کمک کنه، سر سوزنی امکاناتی نداره برای اینکه شما کمک کنه. شاید بزرگترین دستاورد دولت 14 و وزارت سمت این بوده که گفتمان تولید رو گفتمان اصلی دولت شد. آخه صنعتی که بیشترین تولید اشتغال رو در کشور داره، بیشترین درآمد ارزی رو میتونه حاصل بکنه، چرا اینقدر باید مورد هجوم قرار بگیره؟ وقتی میان سیاست‌های ارزی دولت‌ها در واقع تیم آقای فرزین رو نگاه می‌کنیم، هیچ کدام از شاخصه ها رو در واقع نتونسته به دست بیاره. شرکت‌های فولادی که یه زمانی برای سهامدار خرد به اصطلاح بنیادیایی بودن که میگرفتن تا DPS بگیرن، تقریبا دیگه الان DPSی داده نمیشه. چشم، ما هیچ انتظاری از دولت نداریم، ولی یه خواهش داریم. اول سال تثبیت کنید، به ما بگید چیه. هم تا آخر سال ما بدونیم برنامه‌مون چیه، ما بدونیم نرخ برقمون چقدر، نرخ گازمون چقدر، سیاست ارزیمون هم چیه. وقتی این رسیده که یک بار دیگه ما یه قدم عقب بذاریم، مثلا ببینیم که اون مزیتی که فکر می‌کردیم برای صنعت فولاد هستش تو دنیا چی هستش، ما در ایران کجا وایسادیم. پیش‌بینی‌ها برای کامودیتی‌ها اساساً غیر از طلا و نقره مثبت نیستش. حاشیه سود یک صنعت از نرخ بهره بانکی بیاد پایین‌تر، دیگه این صنعت نیست. باید جیره‌بندی جدیدی انجام بدید. این طرح‌ها لزوماً طرح‌های قبلی اگر درصد پیشرفتش بالا نیست نباید ادامه بدید. کسری و ناترازی دولت به جای خود، اما آیا باید صنعت رو با سقوط مواجه کنیم به خاطر اینکه دولت میخواد سود به دست بیاره؟ ارز فولادی‌ها و زنجیره فولاد حالا با درصدی بیاد از تالار اول به تالار دوم. این لوح به پاس زحمات بی‌دریغ اندیشه‌های والا و کوشش‌های ماندگار شما تقدیم می‌گردد. جناب آقای دکتر علی امرایی، تلاش و پشتکار شما سرمایه گرانبها برای این مجموعه است. با تقدیم این لوح سپاس خود را از حضور مؤثر و ارزشمندتان ابراز می‌داریم. جناب آقای مهندس جوانبخت، تلاش‌های خستگی ناپذیر، تعهد مثال زدنی و نقش مؤثر شما در پیشبرد اهداف مجموعه شایسته تقدیر است. این لوح یادگاری است کوچک در برابر خدمات بزرگ شما. دکتر فاضل، خواهش می‌کنم تشویق بفرمایید.